دو چیز است که امیرالمؤمنین رو نسبت به من و شما دچار خوف و ترس میکنه. این دو چیز در درون خود ماست. ببینید اینا مهمه. آمریکا خطرناک است، آمریکا خطر است، دنیای استکبار خطر است، کمپانی های سرمایه‌دار خطرند، اینا همه خطرند، بمب اتم خطره، معلومه. اما اون خطرها اون وقتی قاطع ضربه به ما میزنه که خطرهای درونی در ما وجود داشته باشه. اگر ما در درون مستحکم باشیم، خطرات درونی در ما نباشد، اون چیزهایی که خطر بیرونی است قابل دفع است. همش قابل دفعه، بزرگترین هاش هم قابل دفعه. ممکنه چشم ظاهربین مادی اینو نفهمه، اما قابل دفع. منطق میگوید قابل دفع است. اونی که مهمه اون چیزهایی که در درون ماست. میفرماید ان اخوف ما اخاف علیکم، نه قدرت‌های بیرونی هن، نه شمشیرهان، نه لشکرکشیهان، نه جاسوسیهان. چیه اون اخوف ما اخاف؟ طول الامل و اتباع الهوا. دو چیز است در خود شما، یکی آرزوهای دور و دراز، یکی دنبال روی از هوس‌ها و هواهای نفسانی. آرزوهای دور و دراز گاهی اوقات در افرادی هم وجود دارد که اهل هوسرانی نیستند، اما این آرزوها پدر اونها رو در میاره. آرزوی فلان مقام، آرزوی فلان امکان، آرزوی فلان جور خانه و زندگی، آرزوی فلان جور سمعه اجتماعی. اینا ببینید، اینا خطرناک. اینی که انسان این آرزوهای دور و دراز رو در خودش هی بپرورانه، اونها هادی و هدف انسان بشوند در حرکت زندگیش، این خطر بسیار بزرگی است. امیرالمؤمنین ما را از این خطر میترسونه. این یک. دوم و اتباع الهوا، و اتباع الهوا، دنبال هوس‌ها رفتن. دنبال هوس‌ها رفتن موجب می شود که انسان اونجایی که هوای نفس او حکمی می کند و حق حکم دیگری می کنه. دنبال هوا و هوس که شما میرید، از حق دور میافتید به طور قهری و طبیعی. این در قضاوت هست، در قضاوت رسمی هست، در قضاوت قولی هست، در حرکت هست، در رفاقت هست، در دوستی و دشمنی هست، در موضع گیری هست، در دفاع از یه حقیقت هست، در همه چی جاری است. بعد دنبالش فرمود فاما طول الامل فینسی الاخره. وقتی شما آرزوهای دور و دراز داشتید، آخرت رو این از یاد شما میبرد. آخرت رو وقتی انسان برای حرکت کردنش از خانه که میاد بیرون، لباس که میپوشه، درس که میخونه، درس که میده، سر کار شغل دولتی یا غیر دولتی که میرود، اگر هدفش عبارت باشد از همون آرزوهای دور و دراز، از همونایی که در ذهنمون هست که به فلان جا برسیم، به فلان مقام برسیم، اینجور ما را احترام کنن، اینجور به فلان قدرت دست پیدا کنیم، اگر اینها بود ینسی الاخره،
چون آخرت باید هدف ما باشه دیگه، بهشت باید هدف ما باشه، رضوان الهی باید دنبال او حرکت کنیم.